Her şey arvız olur. Gel tamaşa eyle bülbül güllere. Ödülün yağışısı şirin söz olur. Sözle kurban bulum şirin tillere. Al yaşlıyınıp kümüş oranla şekleşende ince yare bile oranla Susanısı yaşıl başı ürünü laçın gönlüm telvaz eder Ben Tilim hüner ey Kalsın soğulup ilen iler ey Senin elim benim ey tilim hüner ey Kalsın soğulup ilen iler ey عظیم بردی سپاس و آهنگ Babacıklar. و که من میدونستین نمیتونم تلفظش کنم نه البته من لیستی از چیزایی که نمیتونم تلفظ کنم و اینجا نوشتم نمیخوام من بگم چون انقدر شما مدارک معتبر و مدال طلا داری که اصلا من اینجا چی کارم به خدا خیلی خوشحالم باهاتون آشنا بشم این آهنگی که زدین از مقام ها بود دیگه مقام های ترکمنی بود که شعر محمد ولی کمینه میگن از شاعران بسیار بزرگ ترکمنه و موسیقیش هم که آهنگش باشه مقامیه شاید مال 200 سال پیش باشه این یه ها اون چه های ترکمن آنن آدم گوشاش سیخ میشه چیه این از کجا اومده این نوع آواز خوندن ها بیشتر ترکمن ها کوچنشین بودن دیگه یعنی زندگی کوچنشینی داشتن به خاطر اون تحت تاثیر فضای خود محیطشون از شتر، از گاو، از اسب، از همه اینا حسای متفاوت گرفتن و شکل چهچه پیدا کرده فی الواقع ترکمنیش میشه جوق جوق که از چهچه میاد و البته دوتار شما هم دوتار ساخت ترکیه که نیست چه سنگینه خب کاسه باید سنگین باشه که بتونه دووم بیاره در از مثلا 3 ساعت نوازندگی البته قدمتش هم سنگینش کرده بالاخره 50 سالشه 50 سالشه که یه خورده شما بزرگتره یه خورده از این بردی شما دوتار دیگه تو خود محل تولد یاد گرفتین دیگه مال ترکمن صحرا هستین بله من متولد گنبد هستم ولی بزرگ شده 3 تا شهر بزرگش هستم دیگه آقالا هست بند ترکمن هست گومیشتپه هست گنبد هست و هر طایفه ای هم سبک خودش رو داره بله شیوه‌های متفاوتی داره شما یوموت هستین بله ما یوموت هستیم که این تفاوتش چی میشه با بقیه چی متفاوتش میکنه با طایفه‌های دیگه منطقه و شیوه گفتاری لهجه‌های متفاوت ترکمن کاملا یه ویژگی خاص خودشو داره یعنی مثلا تقریبا 100 کیلومتر اینورتر یه سال دوتار با یه نوای دیگه زده میشه شنیده میشه بعد با یه تعصبات دیگه گوش میشه اصلا خیلی عجیبه شما تعصب شکنی خواهید کرد در این برنامه بعدا میفهمم ولی خب شما گفتم مدال های طلا افتخارات زیاد تو خوشنویسی شما مقام اول رو پیدا کردید من 20 سالگی نفر اول دوره ممتاز شدم بعد 6 ماه بعدم دوره مدرسی قبول شدم مثلا میگم تو به جای خون در رگای شما جوهر و در انگشتان شما مضراب و ابزار هستش درسته چون شما کارهای جواهرات هم میکنید خیلی کارهای ظریف میگه مورد شد که بیان حتما کارگاهتون رو ببینید هم نقاشی هم خطاطی و همین که آهنگای جدید مینویسید بله مثلا یکی از آهنگای محلی که ساختین رو با هم بشنویم حتما. اسمش امان ایلدم یعنی دریای بیکران همچین چیزی عاشقانه باید باشه یا معنویه
عاشقانه باشه بهتره. و توش چیا میگین؟ یه فراقیه، یه فراقی از عشقیه که پر کشید و رفت، ما رو همیشه منتظر گذاشت. جدی؟ ولی بهار شما دیگه به نتیجه رسید و پسر 16 ساله هم دارین؟ بله 20 سالم دارم. 20 سالم دارین. بیا پس اون پرکشی مسئله نیست فعلا، شما اونو تو دوش پرانتزه. یکی از آهنگای ساخته خودتون رو پس بشنوید حتما. که اگه دریا بیکران نباشه اصلا فایده نداره. Adamın diş güllün güllük alı Adamın diş güllün güllük alı Coşkun güllerimle pervane eyledim Miskin tutup karan cuvan yürekte Avat günüm dolu duman eyledim Karam yaylıklardan başın çıkarıp Güneş günü ödün azad eyledim Bir bakman ecik ölün gözüm Filemin de şuzum aman eyledim Abad günüm dolu duman eyledim Filemin de şuzum aman eyledim Abad günüm dolu duman eyledim Bakar günüm dolu hazan eyledim Ay hanım hanım haravetim dünyada Tükünüksüz odu koydum sinede Çoğlunun yüreğim şu gün dünyada Bakar günüm dolu hazan eyledim Pelek talam sallı kollarımı bağlap Pelek talam sallı kollarımı bağlap Yalnız koyup yürek bağrımını dağlap Sensiz geçen ağır gülleri ağlap Seylemin ve şudum aman eyledim Avat günüm dolu duman eyledim Bakar günüm dolu hazan eyledim خواستی خود دست خوب رنگی بشه همیشه آقای عظیم‌وردی گوکی خواهش میکنم. پس اینجا داری کار میکنی؟ آره. اینجا اتاق کاره خطاطی خطاطی خیلی جالبه اینا تابلوهاتون دیگه نه؟ بله اینا رو به صورت رنگ روغن دارم کار میکنم تحت تاثیر ابروبادای ترک و ایرانی. جالب آخه استانبول دیگه اینا خطشون رو لاتین کردن سالهاست. جای درستیه شما؟ والا خوب جایی هستی؟ بله از جهت تاثیر چون برمیگرده به گذشته عثمانی و ترکا در 700 سالی که حکومت کردن به مسئله خوشنویسی مخصوصا تو حیطه سلس و نسخ و خطهای عربی توری قرآنی زیاد کار کردن. کار دیگه‌تون رو ببینید. بله. شما اینجا کلی هنر الان قرار نگاه کنید. هر اتاق یک هنره، یعنی هر پنجره. اینم می‌خواستم بگم نردبون میکلانژه. برای آینده نقاشی سقفی شاید. امیدوارم. هیچ
اینجا کار می‌کنی؟ بله بیشتر کارا اینجا اتفاق میفته. این هم چیزی که ازش دور خواهیم بود سالها. امیدوارم البته نه ها، ولی برمیگردیم می‌بینیم اسبای ترکمن. بله خب خیلی جالبه که هم دوتار بزنیم، هم خطاطی، هم نقاشی و هم جواهرسازی. تعریف خدمنان دیگه، یعنی آدم گاهی مجبور میشه که در کنار کارهایی که به اصطلاح داره برای نمایشگاه آماده میشه کار جنبی هم انجام بده که نون آبش در اینجا هم میزی که باش کار میکنیم نه؟ آره اینجا هم این انگشتر ها اینجا میزنن رو موم نه؟ آره روی موم روش کار میکنیم. انگشتر عثمانی استفاده این حالا چی ساختیم؟ اینجا اتاق آخرت دیگه، یعنی آخرت کار این میشه. بسیار زیبا این انگشترهایی که شما درست کردید. کارا گروهی انجام میشه. اینا کی ممکنه بخره؟ من که چیزای خیلی برجسته ایه. کار هر کسی هست بپوشتش، یعنی انگشت دستش کنه. بیشتر هنرپیشه ها، خواننده ها، بعد کلا برای فیلم ها هم استفاده میکنن. بعد خانواده هایی که بیشتر به صورت کلکسیون اینا رو نگه میدارن. سنگای مثلا یاقوت اینا. بله یاقوت رو بله گرون قیمت. هنر جواهرسازی ترکمن خیلی غیر عادی درست میکنن. برجسته بزرگ. خیلی موقعی که توی جنگ ها از سپر و نمیدونم کل اینا رو با آلت ادوات به اصطلاح چیزی درست میکردن، زینتی درست میکردن که بعدن که از جنگ فارغ شدن بیشتر زنا دستشون کردن دیگه، این دستبندا رو فلان. پس یعنی مردونه با زنونه. آره یعنی تو جنگ بوده، یعنی چقدر به قداست کارشون باور داشتن که اینا رو تو روزمرگی خودشون همیشه داشتن در کنار اسبشون. و ثروت شما هم اینجا کنار دیواره. اینا هم جزو بافت کارهای ترکمنه که رنگای شاد و برانگیزاننده داره، مثل کار جدیدم که با دوتار و رقص فلامینکو انجام دادم. Güller ektim, gonca açtı, gül yılmana gelmedim. Bağlarımda imiş biçti, nerede yarım bilmedim. Bağlarımda imiş biçti, nerede yarım bilmedim. Ay nerlim seni altın ayın yalkımının gözleyen. Nerlim seni altın ayın yalkımının gözleyani. Coşkun derya şelfen atyan yıllarından gözleyen. Coşkun deryan şelfen atyan tolkıyımından gözleyen. Deli könlüm aydımına din salmana gelmedin. Neme boldu süyün yarım ya da könlüm emnedi. Gene boldu süyün yarım ya da könlüm emnedi. Ya da könlüm ennede. سلام. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدی. دامون تنها خواننده پاپ ایرانی ترکیه مقیم در اینجا. بهتون خوب موقع رسید چون که آهنگی که داشتم میزنم تموم شد. آشنا میخوام بکنم با رکسان جان. دامون هستش. سلام علیکم. خواننده اینجاست. دامون یه آهنگ سبک فلامینکو شاید بتونی برقصی نه؟
البته چطوری رضا جان میشه؟ پاپ فلامیکو چه؟ پاپ فلامیکو باشه بهش برخورد. یعنی شما ببینید اگه بشه چون می‌خواستی با ایرانی برسی موقعیت خوبه به ما هم خیلی کمک میکنه. یه دنیای چی دیگه. میزنی؟ شما صحبتتون یه بکنید پس من یه دارم تشکر ریتم می‌کنم. 4/4 کار دنیاست. میتونم بپشته من؟ آره حتما. من یک سپاسی بگم به آقای عظیم که عظمت موسیقی رو واقعا ما حس کردیم. خواهش خیلی کنم. قشنگ بود کار. خواهش کنم. تجربه موسیقی شما و رقص فلامینکو چطوری بود با رکسان؟ بسیار عالی بود. خوش اومد. خیلی خوب بود. یعنی برای بار اول که تجربه این چنینی برای من خیلی ما خیلی کیف کردیم. ولی بیاین و رقص ترکمن هم یه جوری بازسازی کنین در آینده اگه شد وقتش بود. برای اگه نکردین حداقل این روسری ترکمن رو با خودتون ببرین که ما قسمت دیگه برنامه رو ببینیم. خیلی ممنون آقای عظیم. و آیا این روسری رو احتیاج خواهید داشت در این رقص؟